Gabza چند قد نمیجایی؟ یکی مشت همزاده. حامیان حقوق بشر روسیه طلب دارند مهاجران را از بازداشتگاه‌های موقتی روسیه رهایی نمایند. در این خصوص سامانه دایچه وله کام اطلاع می‌دهد. حامیان حقوق بر آن عقیده‌اند که در مرکزهای بازداشتی موقتی مهاجران تشکیل نمودن سیستم ضروری محافظت از کرونا ویروس مشکل است. از این رو باید شهروندان خارجی را که دپارت خود را انتظارند از مرکزهای بازداشتی موقتی شهروندان خارجی رهایی کرده شوند. با سبب وضع کرونا ویروس و سرحدهای بسته شده آنها را نمی‌توانند از کشور خارج کنند. مراجعت مشترک حامیان حقوق 29 مارس سال جاری در سامانه تشکیلات حامیان حقوق کمیته همکاری شهروندی نشر گردید. در سند گفته شده است که تدبیر مذکور برای حفظ حیات و سلامتی آدمان در مرکزهای بازداشتگاهی موقتی شهروندان خارجی که در آنجا شرایط تشکیل سیستم مکمل حفظ و کمک طبی ثمراناک موجود نیست لازم است. یادرس میکنیم که بنابر بسته شدن سرحدهای دولتی در کشورهای آسیای میانه مهاجران مهنتی به قضای تقدیر حواله کرده شدند و در حالی که برخی از مهاجران در مرکزهای بازداشتگاهی موقتی شهروندان خارجی روسیه گروگان باشند، قسم دیگری مهاجران یک چند روزهای اول را در فرودگاه‌های مسکو با انتظار خط سیر چارتری از وطن گذرانیدند. Вот, короче, мы аэропорту Домодедово. Там время уже час прошли. Там, короче, ОМОНцы приехал, вот там стоит, вот там на угле. Вот. Они приехали. Всех выгонял на аэропорту Домодедово. شب 30 و 31 مارس تقریبا 300 مهاجران از آسیای مرکزی از حدود فرودگاه به کوچه رانده شدند. معلومات درباره قضیه مذکور در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پیدا گردید. На улице вот снег, там уже очень холодно, там на улице не могут там стоять, вот. Ребята сейчас куда едут, вот.